برف میبارد مبارک سال نو، چرخ میچرخد مبارک سال نو. هموطنان عزیز همه شما را به سال نو میلادی تبریک میگویم و امروز شب سال نو است. شب سال نو میلادی بود و من با گروه ایجادیم کوچه‌های زیبای دوشنبه را سیر نمودیم و از نزد خانه هنرمندی ممتاز و به همتا سراینده‌ای که به دل و دیده تمام تاجیک و تاجیکستانیان جا گرفته است گذر کردیم و خواستیم سر یک قدم درآییم و استاد هنر را با سال نو میلادی تبریک کنیم که با اهل و عائله سال نو میلادی را چگونه جشن گرفتیم. آرزویم را به جانی بندگی آدمیت را نگهبانی کنه در شبی سالی نوی فرخنده پی می بنوشد و غزل خوانی کنه. هر شام سنگلی میرزا با اهل و عائله سر یک دسترخوان انا همین خیل جمع شوند و سرودهایی که به دلش نزدیک است زمزمه میکند. در نواختن اسباب‌های موسیقی به او پسرش نسیم جان یاری میرساند. سال روان به او و اهل عائله اش فراموش نشونده است. این سال سنگلی میرزا عنوان باباگی را گرفت و صاحب انا همین نبیره دوست رو یک یوسمان جان گشت. من خیلی که دیده ایستاده در خانه ما سال نو با تمام جوش و خروش رفته ایستاده است. من بابای رول بابای برفیده و رول برفکچر من نبیره من یوسمان جان بازی کرده ایستاده است و باور دارم که من در اسب سمند نبیره ما سوار شده تا عرصه بالای زندگی میرسد. خوش آمدین، سال نوتون مبارک مخلصان عزیز من. خب استاد، طول چند سال است که شما در صنعت تاجیک خدمت میکنید؟ از فکری موسیقی کنیم اگر منمی رستگاه از تاولک نوازی سر کردم. پدرم در می نواختم. بعد دویره هشتمه بود وقت دویره هشتمه می نواختیم. بعد از تاولک بعد دیگر اسباب بوده گذاشتیم. بعد 3 سال تاولک نوازی ما گذاشتم. منمی اکاردیون اون وقتی خیلی اکاردیونو نبودن. اکاردیونوی از پشت اکاردیون بعضی وقت نمیتوفتم. قریب یک 10 سال 15 سال فقط اکاردیون خطی حفظی کردیم. بعد اسبابای نو برومدن بعد هم شپارت فتیم موزیک فقط آواز خطی حفظی میکنیم. استاد میخوایم که شما یک سرود سرایگی بحر مخصوصا اولین سرود باشد از سال 2014 تا حال یگام نفر گوش نکرده باشد. من یک سرودی کهنه ای که ممکن حالی چندین سال یگام کس نشنیده است او را من میخوام با طرزی که خودم خوندنیم و مخلصون در جمعه نو در سال نو و مخلصونم پیشکش کنم. اون سرودی که ظفر نازیموف و لیلا شریفova ممکن 50 سال پیش خوندگی باشن. اگر تو یاری مایی از ما چرا جدایی اگر تو یاری مایی از ما چرا جدایی او لیلا داری دو چشمی شلا او لیلا داری دو چشمی شلا نی سلام نی کلام نی سلام نی کلام گفته کجا می روی چون دیری بلا می روی از دیده ای ما می روی او لیلا داری دو چشمی شلا او لیلا داری دو چشمی شلا. آرزویم را مجانی بندگی آدمیت را نگهبانی کنه در شبی سالی نوی فرخنده پی می بنوشد و غزل خوانی کنه. کینه‌ها را دور سازد از نظر بوستانی نانی را جانی کنه
در شبی سالی نوی فرخنده پی می بینوشید و غزل خوانی کنه می بینوشید و غزل خوانی کنه. با صدای فورم و مهمان نوازی اهل خاندان میرزایفو ما را با حیرت آورد. اما از صدای فورم نوتکرار سنگلی میرزا گذشتن وقت را هم از خاطر برآورده بودیم و من با اهل اویله سنگلی میرزا خیر خوش کردیم و از پس تبریک دیگران رهسپار گشتیم. لاله ساغر میکشد به جا بودن مشکل است. فصل نوروز و زمانی باغ و ایام بهار فصل نوروز و زمانی باغ و ایام بهار بیمی و ساقی داری ایام بودن مشکل است. وقتی گل ببودی گل با بودن مشکل است. لاله ساغر میکشد به جا بودن مشکل است. سنگی بدنامی بیزن بر شیشه نام و سنن عمرها در بندی ننگونا بودن مشکل است. سنگی بدنامی بیزن بر شیشه نام و سنن عمرها در بندی ننگونا بودن مشکل است. وقتی گل ببودی گل با بودن مشکل است. لاله ساغر میکشد به جا بودن مشکل است. وقتی گل ببودی گل با بودن مشکل است. لاله ساغر میکشد به جا بودن مشکل است. مشکل است. مشکل است.